دلارام سمیوا همسر بهرام عنایتزاده شهرداری سابق کولاب نیمه دوم روز 3 دکامبر در نزد دادگاه منطقه کولاب اعتراض کرده است. یک مقام این دادگاه به رادیو آزادی گفت دلارام سمیوا بعد نصف روزی در نزد دادگاه حدود نیم ساعت با صدای بلند داد زده است. فریاد میکشید که مرا همراه با شوهرم زندانی کنید به انصاف ها. پاسبانها او را از نزد بنا دور کردند. گفت است این مقام گفته می شود که او اجازت ملاقات با شوهر زندانیش را طلب داشته است. بهرام عنایتزاده ماه ایون سال جاری دستگیر و 20 نوامبر با جرم‌های چون سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتن پوره، از خود کردن مال و ملک به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین به 12 سال زندان محکوم شد. عنایتزاده بعد اعلان حکمش در تالار دادگاه گفت در تاجیکستان عدالت دادگاهی وجود نداشته است. بازداشت عنایتزاده در حالی صورت گرفت که او در اول سال در نشست خبریش به شدت از بیک صبور قضای پرزیدنت انتقاد کرد. او حالا از حکمش به دادگاه عالی شکایت نوشته است. نزدیکانش میگویند از ماه ایون به این طرف یگان بار به آنها اجازت ملاقات با بهرام عنایتزاده را ندادند.